به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیزی که در سر تا سر دنیا ما را تماشا میکنن، جور و سلامت و سرحال باشین. ما هم فعلا در ولایت زیبای هرات هستیم، چوکی که مشهور است و این چوک چند روز پیش تصاویری که در صفحات اجتماعی پخش شده بود که بسته سرک نفر پر بود به دلیل از اینکه تهدید زلزله بود و حالی هم زلزله هر دقیقه هر ثانیه امکان داره که شهر هرات می جنبانه و شور میده و تمامی بلند منزلایی را که میبینیم مردم همگی به سرکا ریخته بود و حال شکر الحمدلله وضعیت هرات وضعیت شهرش صورت نرمال است، همگی در کارهایشان است، ولی با آن هم صرافی‌ها بسته است، تمام بلند منزل‌ها بسته است، دفاتر بسته است، بانک‌ها بسته است، فقط همگی آماده باش هستند و هر لحظه و هر ثانیه امکان زلزله میره. امروز هم از صبح تا به حال 3 بار زلزله شده و از طرف دیشب هم در صفحات اجتماعی و در فیسبوک از سایت های معتبر پخش کرده بودند که امکان داره امشب تا ساعت 1-1:30 بجه زلزله شود. همه مردم هرات از خانه هایشان آواره شده بودن، همگی در روی سرکا خواب میکنن، یا کسایی که باغ داره در باغ میرن یا ای که در پارکا میرن شبهای خود سپری میکنن. جان شیرین است و او دوستایی که در زندجان و در ولایتایی که جانای شیرین خود از دست دادن امروز در جمع ما نیستند، پروردگار جنت فردوس نصیبشان بگردانه و با بازماندگانشان پروردگار صبر و جمیل عطا بفرمایه. و واقعا از سر جوالی شروع تا والی هرات همگی در خدمت مردم عزیز هرات بودند. وقتی که میبینین مردم همگی با این مردم هرات هستند، تنها هرات نه بلکه از ولایت‌های مختلف هم و دوستایی که از ترکیه، از آلمان، از امریکا دست کمک به این مردمی که فعلا در فقر و بیچارگی زندگی دارن، همگی اگر هر کاری میکنه یک سرپناه داشت همه امیدش سرپناه میباشه، ولی امروز او سرپناه هم از پیش رفته و در هرات چند شب است که از طرف شب بسیار خنک میشه، خنک به اوجش رسیده و این کسایی که باقی مانده فامیلا مانده همه خانهایشان ویران شده. هر دوست هر عزیزه هر آن چیزی که از توانش میشه دریغ نکنه که همین وقتش است و ایره ما نمیفهمیم که پروردگار ما را از دعای کی میبخشه و پروردگار از کی راضی است. خدا خیر بده کسایی کمک میکنن، دست خیر میدن و پلیس ترافیک هرات که واقعا خدمت میکنن. شما باور کنید در پالوی ما سربازایی هستند که 3 روز میشه خواب نکردن و مثل همی اکثریت مردم مسئولیت پذیر هستند و کس خواب هم نداره از ترس زلزله. خود جان شیرین است. و دوستان عزیز یک تصویر کوتاه از همین چوک و از همین سرکای مقبول زیبای هرات می داشته باشیم و دوباره با برادر ما مصاحبه میکنیم، در خدمت شما قرار میگیریم. و دوستای عزیز ما هم ذبیح‌الله جان از شهر زیبای هرات با خود داریم. سلام ذبیح‌الله جان، خوب هستین؟ بخیر؟ بخیر انسان. صحت شما خوب است ان شاء الله؟ شکر خدا. دوستان در سر تا سر دنیا خود میبینم، میتونی یک سلام علیک داشته باشید؟ سلام به خدمت تمام دوستای عزیز، به خصوص مردم خود هرات میگم، چون مردم به 2 روز مصیبت‌های آمد به سر اینا، بعد به تمام مسافرایی که از افغانستان به دورن به اونا یک سلام خاص میفرستم، دعا بکنم به حق مردم سلامت باشید.
واقعا که مردم هرات، نه که من در مورد بگویم مردم خوب، مردم ملایم، مردم شریف هستن مردم هرات. واقعا هرات همه یک شهر پیشانی باز هم است و در این روزا یک ذره همی زلزله بسیار هرات تهدید کرد. بله زلزله دیگه اصل مرکز زلزله از ولسوالی زندجان هرات بود که تقریبا تابعی سمت رباط سنگی میگن، رو سمت دشت چند تا از قریه ها تخریب کرده بود و تمام همین چیزی که شنیدیم و نظر دیدی که رفتیم و دیدن کردیم، از یک قریه 400 نفر فوت شده بودن دیگه. و برادر دمی 2-3 روزی که همه مردم همین سرک ما و شما میدیم بسیار بیروبار بود و مردم از بلند منزلا در خانه خود تا حتی شبا خواب نداشت به اینکه زلزله میشه. بله مردم خود زیاد ترسیده بودن به خاطر از اینکه بیشتر مردم هرات که هست سمت پایین شهر مسلمان ها خونه های ساخت دیگه ساخت اساس نیه دیگه. همه مردم 80% مردم به این 2 شب گذشته به بیرون از خونه ها خو سپری کردن و مسلمان ها به اگه خونک بود اگر هر حالتی که بود بیرون از خونه ها خو همو 2 شب سپری کردن. و امروز هم 1-2 زلزله بشد ساعت های تقریبا 11 بیجه و 2 بیجه که باز مردم کمک بترسوند دیگه. امید ما به خدای و از دولت خواهشمندیم که چون بعضا نمیفهمیم، حالا نمیتونیم بگیم چوچوه، نمیتونیم مثلا بگیم که دروغه، نمیتونیم بگیم راسته، چون ما خوب اغزر کشور پیشرفته نیه که مثلا تحقیق کنه که این زلزله بوده یا نبوده. خب بعضا کسایی هستن که میگن این زلزله نبوده، این مثلا ضایعات اتمی کشور ایران بوده که به این جگاه مثلا این تخریب کرده و او را دیگه کس نمیفهمه. او را کس حالا ما تو بگویم که ایران ما تخریب میشه راست میگن او خود 100%. خود دیگه فعلا وضعیت هم همیت وخیمتر، مردم بیشتر در داخل شهر بودو باش ندارن، از شهر دور شدن. تا حتی صرافی‌ها و بانک‌ها و چیزا هم 2-3 روز میشه بسته است. بسته است. کلا دکان‌ها هم بیشتر بسته است. همین دکان‌ها، سوپرمارکت‌ها، من کسی را پرسان کردم گفت که فعلا حالت درست نیست و می دلیلی که پروپاگاند نشن و می دلیل دیگه دکان‌ها را بسته کردن تا 1-2-3 روز تا که وضعیت شهر پس نرمال شد دوباره. بله به همون واسطه چون بعضی از دکاندارا که هستن مسلمونا به خونه ها اینا مثلا دیگه مرد نیه میرن به خونه خود خانواده خود مثلا به خونه هن، چون از خونه ها خود دل جمع نیه به همون واسطه دیگه به خونه ها خونم به دکان ها خود نمی آین چون میترسن دیگه. میگن بسیار زیاد تشکر از خودت، زنده باشید، باشی از اینکه وقت به ما دادی. خداوند عزت نصیب. با امید و روزی که در خوشیای هرات بیایید. آمین. و با امید و روزی که به این مردم پیشانی باز هرات بشینیم و لبخند بزنیم و حالا همگی جگرخون هستن، از خرد تا بزرگ، از والی تا جوالی، فقط فکرشان طرف زندجان است و هزاران عزیزای خود از دست دادیم. خداوند بهشت بری نصیبشان کنه. بسیار زیاد تشکر. سلامت، زنده باشین، بخیر. و دوستای عزیز، ما در کنار خود یک جوان دیگر داریم. ما میخواهیم که جوان یک مصاحبه داشته باشه. در شهر هرات با خود داریم. سلام آقا رامش. سلام. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ شما خوب؟ شما جور است؟ اسم شما؟ رامش جان عزیز، انشالله که این زلزله بخیر گذشت. خدا را شکر. والله مردم خود تلفات و خسارات بسیار هنگفت و زیاده را متحمل شدن دادن دیگه، اما داخل شهر اوضاع بهتر است. خدا را شکر. از طرف شب مردم همگی به بیرون مبراین در منزلایشان می باشن؟ بیشتر مردم در بیرون مبراین، در پارکا، در جادا، در دشتا، در باغا، در جایی که مثلا بلند منزل نباشن، بیشتر مردم در اونجا هستن و اکثریت مردم که امکانات و چیزای اولیه را ندارن دم دست در خانه خودشان هستن دیگه. دقیق است. و زلزله
امروز 3 بار شد نه؟ تعدید کلمه رسید. بله. امروز خب بسیار خفیف بود دیگه، اوقات زیاد نبود، اما بازم یعنی یک اختاریه است که مردم ما آمادگیش داشته باشند در طول همی هفته بیشتر متوجه باشند، در خانه زیاد نباشند، سعی کنند در مکان باشند که سرباز باشه. چی دلیل است که صرافی‌ها بسته است، بلند منزل‌ها بسته است، بانک‌ها اکثریتش بسته است، 3 روز میشه؟ خب به خاطر از این زلزله است دیگه، و از یک نظر هم به نظر خود ما خوب کار است که بسته باشه. همین پیشگیری وقوع حادثه بهتر از است که حادثه رخ بده، اما را وقوع کنیم، پیشگیری کنیم، بسیار خوبش است، بهتر میشه که وقایع صورت بگیره. بسیار زیاد تشکر رامش جان. قربانتان، بخیر زنده باشین، باشین. سلامت. تشکر. خیلی هم خوشحال شدیم از اینکه وقتتان به ما دادید. سلامت، بخیر باشین. سلام علیکم. بسیار خوب هستین، بخیر، صحت شما خوب است جان شما جان. اسم شما؟ نجیب الله هم از ولسوالی زنده‌جان. بسیار خوب. نجیب الله از ولسوالی زنده‌جان. بله. خب در جایی که شما زندگی می‌کردین، واقعاً که زنده‌جان خیلی هموطنای ما در کوهستانیایش جانای شیرین خود از دست. تشکر، زنده باشیم. واقعا ما باید همدردی کنیم، کمک کنیم. فعلا با کمک نیاز دارم و خیلی نام از دیا و چیز امروز هم رفتم برای قبر و برای از اینکه اونا جسدا از اونا بیرون بیاورم و بازم جای کمک است که باید بریم، با کمک نیاز دارم، با کمک اونا. دیای هستن که خیلی دیای از این پشت دهنه و نگرفی اونا هنوزم با کمک نیاز دارم. دقیقاً. زنده باشید. و ای که فعلا ما امروز هم رفته بودیم در زنده‌جان و خنک شده میره، مردم عزیزای خود از دست داده و سرپناه از بین رفته. ما میخواهیم که یک پیام خودت بشنویم که دولت مردا چی کنن به این مردم که حداقل راحت شوند. دیگه ما از امارت خواهش میکنیم که به اینا فعلا اینا با کمک نیاز دارن، کسایی که طفلانشان و خانوادهشون از دست دادن اونا کمک و نیرو رسانی شود. همین. تشکر. دقیقاً است. کسی از اقارب نزدیکتان خود جانشون خود نه خدا شکر از منطقه ما غریه دیسرخیم، ولی چنین خانه چپه شده ولی خسارت جانی ندید. خدا شکر. شکری که خسارات جانی از شما نبوده. خواهر برادری که از خواهر ما، برادر خواهر خود ما و شما امروز میری که پدر به فراغ اولادش گریه میکنه، اولاد به فراغ پدر گریان میکنه. یعنی امروز که ما رفتیم دیدیم بسیار یک روز خشن و یک روز پردرد در زندگی. همچنین واقعا خدا هم صبر بده بر افتگان و از اینا و تشکر از شما. سلامت باشید. بسیار زیاد تشکر. و دوستای عزیز، واقعا که هر کسی را میبینی میگه به کمک زیاد ضرورت دارن، واقعا مردم به کمک ضرورت داره و دوستایی که کمک کردن، آمدن، زحمت کشیدن، ما جان تشکری میکنیم از پیششان و این کمک هایی را که شما میکنین خداوند به دربارش قبول و مقبول بگردانه. دوستای عزیز، شما هم تا با آخر برنامه ما را دنبال. و دوستای عزیز، واقعا که همین که شهر هرات میبینیم اینجا بهترین موبایل فروشی ها هست که فعلا بسته است و ما هم میخواییم که دلیل از این را پرسان کنیم که آیا چند روز دیگه خواد بسته بود تی بانک ها و این موبایل فروش ها و این شهر هرات. ما هم میخواییم که با دوستایی که در اینجا هستن که چند مصاحبه کنیم، گپ بزنیم دلیلش چی است که بسته کردن و واقعیت که ماشاءالله شهر هرات، من خودی شهر هرات نامده بودم ولی بسیار شهر پر جمع جوش، بسیار شهر صنعتی و شهری که واقعا کاربار است. این دوستا و عزیزای ما اینجا کاربار میکنن و 2-3 روز میشه که صرافیان بند است و بانک ها هم بند است و این موبایل فروش ها بهترین بلند منزل ها است، بهترین فروشگاه ها است. یعنی ما میتونیم که ولایت هرات دبی دوم نام کنیم و دوستای ما در اینجا هستن. میخوایم که چون گپ بزنیم که دلیل بسته شدنش به چی خاطر است، یک اجازه بگیریم. خوشحالم آجی صاحب، اول خب به تمام مردم هرات تسلیت عرض میکنیم. سلامت باشین، خیر بینید. زنده باشین و تمام دوستا در سر تا سر دنیا خودت میبینه، میتونی یک سلام علیک داشته باشی. سلام عرض ادب به این عزیزی و فرزند عزیز عظمت
سوالایی که بکنیم ما به خدمت شما سلامت هستیم باشید. باشیم. حاجی صاحب دلیل بسته شدن مارکت ها چی بوده؟ این مارکت که هست به نام امپایاتور مارکت از منه. بسیار امروز خاطری که همی زلزله که صورت گرفت اینجا بعد از ما گفتیم همی دکانا رو برادرها وقت زلزله یک دم نالم به بالا شما بیرون شیم اگه نمو بسته نمیکنیم. خب امی تهدیدی که امروز امی زلزله شد ساعت 2 بجه بسیار شدید. یک شدید دو زلزله شد. یک شدید شد یک همی که ما خودم هم دروازه تکیه دیدم یک دم شور کردم. شور کردم بعد گفتم برادر زلزله مردم دکانا بیری شدن. خب دیگه دلیل نیست همین دلیل زلزله. همین دلیل این دکان زلزله. خب پیدا میشه خدای نخواسته وقتی که کس از بین بره دیگه پیدا نمیشه. نه نمیشه نه. دقیق است والا. و این مارکت مربوط خودت است؟ بله. پروردگاری را 2 تا 3 تا بسازه ان شاء الله. سلامت و باشید. اسمشان بسیار مقبول امپراتور موبایل سنتر. آیت هم که بالای سر نوشته میبینی که چی نوشته. ماشاءالله. هذا من فضل ربی. آزافه از خدای از منیه. خدا عزت بده. همه زندگی ما از خدا. انشاءالله. و دوستایی که امروز در جمع ما نیستن در ولسوالی زندجان فقط 1 ثانیه پس پیش شده دیگه نیست. نیست نه. خداوند بیامرزه. خدا مریضا رو هم شفای عاجل آمین. بده. خیلی از هموطن ما خودم ساعتی که خبر شدم از اینجا رفتم به شفاخانه ایراد فعلا نمی جای سوزنم به دست من خودم اومدم 500 سیسی خون برای همینا کمک کردم. خدا عزت بده. دیگه بچه‌ها هم که بردم بسیار شلوغ بود هم یکم مرا ما گفتن تو خون بدی اگه نوبت با ما برسه ما میدیم. ما دیگه با بیرون شدم اونا خون دادم به دنبال. خدا عزت بده. بزرگترین کار کردی به خاطر که همونجا که مصاحبه کردیم بعضی خواهرای ما کمرش میده بود بعضی خواهرای ما ات آدمایی است که میال از خانه خود حوال نداره که در کدام شفاخانه. نه رسمی با خدا اینجا ما همیشه بسیار چی شدیم یک تقریبا یک 10-12 نفر از اینجا بچهای مارکت از خود کو یک 3-4 تا اولاد داشتم ما اینا رو جلو کردم بردم یک چند تا گاردا و پرسونال مارکت ما بود اینا رو آوردشون گفتم بیاین که بریم از دست ما خب اینا همین کار میای که خون خوره ما از این مردم و ملت دریغ نکنیم خون خب با همشهری خوب ایرتیا خور بر مسلمانه که باشه ما باید. دقیق است. و دیگه به خاطر کمک‌های زیادی سر چی آمادگی گرفتید؟ کمک‌های بشری که ما مثلا از مارکت جمع‌آوری میکنیم بقیه همین مردم که همین لرزش دلش کم شه ما به پرسونال هدایت دادم گفتم دکاندار هم به شعبه بخوای به دفتر یعنی برادرای که هرچی کمک میکنم اونجا یک صندوق می‌ذارم یک چیزی خود مجبور میکنم یا به زلزله یا به بیمارای شفاخانه. پروردگار یک مارکت تا 10 مارکت بسازه. سلامت من خیلی خوشحال شدم و واقعا در این روزا که ما کسایی را دیدیم که دیگه کسا را آورده در روی شانده به بابانه کمک او مردم نیست در نه کسای دیگه در خیمه بودن ما خب بررسی کردیم کسای دیگه آوردن و کسی که مرده‌دار است و کسی که فعلا 14 عضو از خانه خود از دست داده و دیگه هیچ چیز نمیخواد. هیچ نمیخواد. ما خود ما همین صحنه واقعا که خبر شدیم عاجل خوره گفتیم به شفاخانه برسونیم. اولین نفر که غلطی داد من خودم خود دادم. شاید کامرا هم چک کنه ببینی که ما آدم حاجی صاحب آدم نیک هستی خدا عزت بده تمیگه به ما کلی چیز دست تشکر از شما و از زحمت کشیدید شما که شما مقدار مصاحبه‌های ما را به گوش شنونده کشورها میرسونید کمک کنن که بسیار وضع افغانستان ایراد خرابه. دقیق است. حاجی صاحب یکی خوی روزا خو خیر گذشت ولی بعد از این خنک میشه دیگه زندگی در اوجه ناممکن است. امروز یک زلزله شده اوجه ساعت 11:30 بجه بود فکر میکردی که یک لودر تیر میشه. بله دقیق است. بسیار زیاد تشکر حاجی صاحب. با ما کاری امر باشه. سلامت باشید جانجوری. خداوند شما و پرسنل شما موفق فامیات دیش. آمین. سلامت باشید. بخیر باشید. خوش شدیم. با عزت باشید. و دوستای عزیز این هم دلیل هزی بوده که برادر ما مارکت ها را به خاطر بند کردن که امروز 2 زلزله در شهر هرات شد. یکی ساعت 11:10 بود و دیگه هم ساعت 2:05 به مو دلیل دکان ها را بسته کردن که خدای نخواسته حادثه ای که در ولسوالی زندجان شده او در شهر هرات تکرار نشه و شما هم تا به آخر برنامه ما را دنبال
و دوستای عزیز، یک پدری که در اینجا در کراچی دست فروشی داره و تمام لوازم 10 روپه و 20 روپه سودا میکنه و ما هم میخواییم که یک مصاحبه باش داشته باشیم که چطور است در این 2-3 روز کاروبارشان. سلام علیکم. آقای صاحب خوب هستین؟ بخیر؟ صحت شما خوب است؟ طبیعت شده؟ الحمدلله. نوم دسته دی؟ گلاب. گلاب خیا. گلاب رو په دغه هرات کې اوسېږي؟ بله او. اصل ځای مې کوم ځای دی؟ اصل جلال آباد. د جلال آباد دی؟ خیا گلاب رو جلال آباد نه هرات ته راغلی؟ بله او دا. ماشومان هم چیرې دي؟ ماشومان ولته جلال آباد. جلال آباد کې ده؟ بیا دلته شپې چیرته اوسېږي؟ دلته سلطانی مارکیټ کې جاده بیزاد. بیا څنګه د کاروبار تر؟ بس خدای الحمدلله څه گزاره کوي. په دغه 2-3 ورځو کې د هرات حالات څنګه ده؟ ډېره خرابه شوې ده. بس دا واقعه اوس ولا اوس خدای دې رحم وکړي نو مسلمانانو باندې ډېر خلک شهیدان شو، ډېر مرزوب لا ولا. الحمدلله خیر کې خود ولا غنه څه اطرافونه ډېر خراب دي. او ولا اطرافونه ډېر اطرافونه خراب دي. هغه وخت باندې چې زلزلہ سو ته چیرې وې؟ زه مکرون آباد کې وم. دا وړاندې مکرون آباد نه خیا حالته وم. بس गाड़ी में इधर ना कोई नहीं, वो गाड़ी में इधर वाले वो बम इसके लिए बस यो ना था बस जड़क से बस टोल दुनिया بیرون تر وته شزه نه کوچنیا نه څنګه بار ډېر سخت وخت او په دغه روډ باندې ډېر بیروبار و. bale او امبولانسونو داسې بیروبار او موټر او هر څه ډېر سخت بیروبار. نو الله مو تاسو ټول وساتي دغه دزونه. الحمدلله ټول مسلمانان د خدای حفاظت وکړي. امین. تاسو ترمنځ هیڅ فرق نشته، ټول مسلمان ټول افغانان ټول مسلمان ټول کلمه وایو. بس شهیدانو ته خدای جنت فردوس نصیب کړي او کوم چې زخمیان دي ټپیان دي هغه ته خدای عاجله او روغ صورت بیرته ورکړي. امین امین. او باقي مانده مې خدای مسلمانان ټول مسلمانانو ته خیر پېښ مننه. دا ډېر مهرباني واسي په خار کې دوه زوب لور کړه کنه خار کې سوي نو په لکونو قسم شیطان سي. بالکل الحمدلله ډېر خو سي په خار کې نو الله مهربانه ده. نو هغه ایموش دوستان چې دا اوس نسته دی دغه د فانی دنیا نه تللی دی، الله ورته جنت فردوس نصیب. امین امین. او هغه کسان چې ناروغ دي په شفاخانو کې دي ټولو ته الله روغ صحت درکړي او روغ شفا دی الله پر او د هغه کسانو چې ژوبل سوي دي مړ سوي دي خواندې ورونه پاتې ده الله هغوی ته صبر ورکړي. صبر ورکړي خدای باقي مانده ورته وسره. نو ټول مسلمانانو ته دغه دعا ده چې چا لوسته کېږي باید همکاري ورسره وکړي، ورسي هلته همکاري ورسره وکړي، ځاني مالي همکاري دې باید ورسره وکړي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ، خیر اوسئ، خوشحاله شو له مرکې څخه. وبخښئ نو وخت مې راونیو. مننه. ژوندی اوسئ. هر کسی را اگر میبینی این پدری که با این کراچی روز خدا میگذرانه، همه ایرات که میبینی همگی جگرخون است و همگی در یک فکر دیگه هستن. وضعیت مردم خوب نیست و ما باز هم جا داره قلبا تشکری کنم از تمام دوستای خیری که کمک میکنن، ولو که میاین یک بیل خاک در جایی که زلزله شده از یک سو به دیگه سو من دادم. پروردگار عزت نصیبتان بگردانه و تا با آخر برنامه ما را دنبال کنید. سلام لالا جان، خوب هستین؟ بخیر؟ صحت شما خوب است جان؟ اسم شما؟ بلال. بلال جان خوب هستی؟ شکر است. بخیر هستی؟ از ایرات هستی؟ نه. خب از کجا؟ لغمان. خب از لغمان هستی؟ از لغمان در ایرات آمدی؟ خب اینجا چی کاروبار میکنی؟ عینک میفروشیم. عینک مفروشی؟ خب باز مجرد؟ نه فعلا یک خانه خوردی آورده. خب فامیلای داوردی؟ عروسی کردی؟ نه. خب مجرد که خانواده هستی؟ چطور در 34 ولایت ایرات انتخاب کردی؟ والا بیاداری از خودم پکتیا هم رفتم، خوست هم رفتم، قندهار هم رفتم، جلال آباد هم رفتم. خب مثل ولایت هرات مردم هرات ندیدم در اینجا. بسیار مردم شریف است. مردم شریف است، خیلی مردم آرام و بس با فرهنگ برابر است. مردم دقیق است واقعا. و دوستایی که اگر میاین از خارج شما اگر نامدین به داخل ایرات یک بار سری بزنین و شما شیرین زبانی مردم ایرات ببینین، مهمان نوازی مردم ایرات ببینین. این برادر ما از لغمان آمده و از ایرات تعریف میکنم. من خیلی خوشحال میشم که شکر خدا آل نجات پرستی و قوم پرستی در بین ما نیست. من خیلی خوشحال شدم پالا. خیلی لالا ما شما افغان هستیم، باید تعریف ولایت خدا کنیم. تعریف این وطن ما شما هم یک افغان هستیم.
خدا عزت. چی ویرات باشه، چی لغمان باشه، و چی کابل باشه، و چی مزار باشه، همه یک افغان هستیم. باز از طرف زمستان خنک از پس لغمان پس میریم. اما ما میگفتم که در برج قاز بخیر پس میرفتیم. خب چون پس دیگه میریم. خیلی خنک از پس به وطن خود میریم. دقیق است که خنک اینا چندان جور نیستن. بسیار زیاد تشکر لالا، بخیر باشید، در جوانی برکت. خیلی هم خوشحال شدیم. خواهش میکنم. سلامت باشین، زنده باشین. یک دنیا تشکر. بخیر و سلامت باشین دوستای عزیز. واقعا که این چوک یک چوک نامی و یک چوک بسیار خوب است و برادر ما را دیدین که از لغمان آمده و در هرات زندگی میکنه و انشالله الرحمن با امید از که دیگر هرات در غم نشینه و مردم ما از غم، درد، رنج خلاص باشه و روز شوه که ما هم به این ولایت زیبای هرات بیاییم و همه لبش به لبخند باشه و فعلا مردم خسته است واقعا که آخرین زلزله خیلی هرات را تهدید کرده. این بود برنامه امشب که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. تا فردا شب که در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به وزات یکتا میسپاریم. جور و موفق، کامگار و سلامت باشین. تل دوی افغانستان، ژوندی دوی افغانستان.